هلو گایز، خوش اومدیم به یک ویدیو جدید از چنل خودتون. اومدیم با یک مچ جدید از 2-2 یک مچ رنک بزنیم ببینیم که چه اتفاق قرار بیفته. خب آنتیمیج بن متاسفانه. LC دوست دارم، LC سیف لین برمیدارم ببینم میتونم اون LC که خودم همش بازی میکنم و برم یا نه. اسنایپر رو اگه برداره خوبه، اسنایپر خیلی خوبه. داداش چی میگه؟ من متوجه نمیشم. اوه کیلینز دارم بابا، اسنایپر رو بردار. دابل پیک شد البته که بر نداشت. خاک تو سرت. کیلینز رو چیکار کنیم؟ البته اگه من پا بگیرم کیلینز راحت میزنه. نو پرابلم فور کیلینز. خب بردارین دیگه ماما. نیچر هم بردار. بچه نمیدونم چرا مایک من خرابه. یعنی من الان مایکم وصله. خب اینجا هم همه چیش اوکیه ولی وایس نمیتونم بدم. نمیدونم چرا. الان دارم صحبت میکنم میبینین که اوکیه همه چی. حتی اینم سیتینگش درسته. تست هم که میزنیم اوکی همه چی، ولی کنگه نمیذاره. نمیدونم چرا. این تیکم بزنم شاید فاول شه. نمیدونم داداش، همه روز افتادم به ما که چیکار کردین؟ خب مارس داریم، LC داریم. اوکی هیروهای اونا هم بچه ها خیلی سختن ها. احتمالا نیچرشون بیاد جلوی ما، شاید. کلینز هم احتمال داره خیلی بیاد. همین فستو میگیریم. فستش برای دوئله و بریم ببینیم که چی پیش میاد. خب جانه اوکی، اینو میخوام، اینم میخوام. من وید رو هانت میکنم. آیتماش رو لازم دارم برای که ست دراگونم رو تو ایونت جدید بچه کامل کنم. ست آنتی میجش رو تکمیل کردم ولی هنوز قسمت نشده. همش بنه تو هیرو. خیلی ستش قشنگ شده بچه ها. اگر بشه که یک ویدیو سری باش میذارم. حالا فرداش فکر کنم امیر و علی و اینا بچه ها میان بشینیم بازی میکنیم، عشق بکنیم دوره هم. خب یه بوت میگیرم دست لاف و بلید میل. بعدش هم میرم دگر. خب اینو اینجا بذارم یکم ویژن بده. نمیخواستم تو صورتشون چیز میز بکارم. خب بچه هم که میخوام برن این ور همه. اوکی لینا داریم، ریکی داریم، میزان بریم بالا. هیچ کس نیست همه هستن. گیخاری کردم. خب without a doubt هیچ کی جرأت نداره بیاد جلو. بابا خاک تو سرت، بیا بکا احمق بیشتر. وارسو وارن شور ایستر. امیدوارم صدام بره. جان ای کسافه. ای خدا یکم زیاد دمیج نداد. خب برای که سریع برسیم از ویو هم جا نمونیم. به به لینا به دیار باقی ببینن. یه سیخ میکنه تو پاچش. برو به. خب تیپی کنم. سیخ نکنی. اوکی. خب کینیز جلو ماه. به به چقدر جلو یونیت ها رو گرفته. یک خرستگی دیگه هم اونوره. آخ بابا بی پدر مادر میخوام فارم کنم. خب کی قراره بیاد؟ ویشتاکتر خوبه. ویشتاکتر اگر بازیشو بلد باشه خوبه.
الان ما بزنیم باز کثافت. بزن. هی اگر میشه که یک انی بخور ناموسن. انکو ان وای 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 وای. اگه صدای کیبورد تو ویدیو میاد متاسفم واقعا. تو خودم بعضی موقع میام ویدیو رو نگاه میکنم میبینم تق 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 مثل دقیقا اون میمه. حالا اگه اون میمه رو پیدا کنم میذارمش. الان بیا باز به من اتک بده. آفرین. وای تو چقدر خفنی. وای بابا انی بخور دیگه. یک لول یک تو یوز کن. جان try harder. ای بر پدرت لعنت. بر پدرت لعنت. ببخشید بچه ها دوتا اگه در جریان باشه اونا که بازی میکنم میدونه اصلا دست خود آدم نیست. فوش باید بده. آجه 3 نفر منو هانت کردن. بابا یزیدا یواشتر به همه تو میرسه. وای بیا دیگه. ای تاور احمق. وای خدا لعنتت کنه. وقتی میگم خره میگی نه بچه. خب کلینز بچه ها HP نداره. خوراک خف کردن. اگه بتونم خفتش کنم نتونه پا بگیره بازی رو نصفشو جلو رفتی. آها 2 فعلا نمیگیرم. ای پلش کثافت. من تو رو پاره میکنم. آخ جون کوریر. سلام. سیخ بکن. آفری. بزن. بای. هانتش دینای شد. خوب بود. و اینکه زدم یر به یر شد. خب نو پرابلم. آفرین آفرین. تو باید همینجوری کخ بریزی. بده سکه. کوین دوست دارم. مانی اینجا ببینم تو چی انی قراره بخوری. پلشت کثافت. الان سیخ میکنه. خدا رو شکر سیخ نکرد. پشماش. خب ویکتاکتور مثل که مانا نداره. اوکی. اوه بده برسون. الان از این ور میاد سیخ میکنه تو پاچم. من چقدر پیش میرم. خب بچه ها نوستراداموس کی بودم من یادش بخیر. یک زمانی من نوستراداموس گفته که بچه ها یک شهاب سنگ داره میاد. من بچه بودم. یک شهاب سنگ داره میاد آخراش یه قرار رو بمیریم همه. یک دونه 2 میگیرم و 1 رو آب باید بکنم دیگه. 3 دوتا بسته فعلا. شوپس بابا ولم کن دیگه. پلشت گیخار. آها اوپس ای کثافت. نه ارزش نداشت یک بزنم. پلشت ان اسمارت موو. چقدر اتک دادم بهم. خدا لعنتتون کنه. این خرم که هیچ وقت مانا نداره. بیا
آجا اچ پی خیلی کم میشه، چیکار کنم؟ مجیک هم میزنن و البته خب دستلاف حیف که رفتم مجیک من اینو دینای کنم. اگه مجیک بندم می آوردم بچه ها خوب بود، دستلاف نباید میرفتم، ولی الان فایده نداره دیگه. انگو وای، اگر یک حرکتی به خودت بدی عالی میشه. پلش میبینه من دارم پاره میشم و بیا آفر یه سیخ بزن. آی مرسی. یه سیخ میزدی خب حیف بود. مردی که پلشت. بیا بخورش. آی لعنت بهت. اوکی. البته الانم نمیدونم بیارم نیارم. وای الان سیخ میزنه نزد. آی بابا ولم کن دیگه، بی پدر فاتحه اچ پی منو خوندی پلشتو. کسافه. یکو بگیریم بچه ها، یک خیلی مهمه به خاطری که وقتی دوئلشون کنیم دمیج زیادی بخوره. آخ جان آخ جان جونم به این بازی. خب فقط مونده 700 تا. اوکی اوکی. حتی بده بچه ها چون اینا سند کینگ دارن. الان مثلا من بپرم کلینز رو بگیرم دوئلش کنم، سند کینگ میاد زیر پام سیخ میزنه و تر میزنه تو دوئل. مگه یک جای خوبی چه میدونم مثل زیر تاوری بزن اونو، گناه داری؟ خب کی کیو زد؟ به به پایین رید، کلا پایین رید. انا مگه 2 نفر میدن؟ او یس ناموسم فرار کن. خدا رو شکر میستاد این. بله تیم ما این شکلیه بچه ها. یا چند وقت یک بار که آخ نشد یک دست چند دست پشت سرم رنگ ببرین یک تیم نوب سگ میندازه جلاتون. ها خاک تو سرت خاک تو سرت. جوین بدی که من دوست دارم. الان داره میاد تازه اگرم بیاد. من مردم احمق. خنگه به درد نخور. وای چه عجب. کاش بودم یک دوئلم میگرفتم. کاش بودم یک دوئلم میگرفتم. آی برس نشد. مارس هم بچه خوبه. من حالا زیاد خودم شخصا با مارس سالا بازی نکردم. آها آها مرسی. خب اوکی کلینز اومد. اینم بگیریم. بعد این بچه بوتمو کامل کنم بعدش برم دگر. اسپیدم خیلی پایینه باید بوت داشته باشم. آها مرسی. خب بلید میل اومد. 6 که هستم و پشمام چه دمیجی زد.
جان 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 جان. نه نه ولش کن ولش کن. خاک تو سرت. وای چه شیشی بود. Wait for it. آخ بذار بلید میلم بیاد من تو رو پاره میکنم. اوکی اوکی. نداش هیومن لن. Careful. آقا این پلش تا نگاه خدا وکیلی. آفرین چه عجب چه عجب عقلت کشید. بله یه وارد اینجا یه وارد اون بر. دوست دارم این حرکت تو. دوست دارم به شدت. خدا رو شکر که مانا بوت آورده. مانامون تأمینه. گیخار گیخار گیخار. بابا خاک تو سرت. خب بیا دیگه. خدایا ویچ دکتر چقدر خره. هم بپره هم بپره. وای بچه ها ریدم. بابا خاک تو سرت. خاک تو سرت. حالا من بلید ملو یادم رفت یوز کنم ولی خاک تو سرت. ان اینقدر خری تو. اینقدر خری تو. 2 ساعت دارم علامت تعجب میزنم. انگار نه انگار. نمارس رو بدر ترای. آی 20 ثانیه دیگه دوئلم میاد. ناموسن گوی بخور. Take the field. آها ای پلشتو. ای بابا بازم نشد که داداش. سنکینگ رو میس باید بدم اسم میکنم. خیلی وقت رفتم. اوکی ای ریدم توی استک کردنه. ولی بچه ها کلان صرف از این که فوشش میدم این همه بعد بازی نمیکنه. ریدم با این لستید زدنم. به 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 به. پایین قوقا شده. پایین قوقا شده. مرسی مارس چه عجب. فارم کنیم بابا. این که نمیاد که. اگه باز بوتمون بود یه مقدار بهتر بود. بذار 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 بذار. بابا کجا رفتی؟ گفتم الان اتک میده منم از پشت میگیرم دوئلش میکنم. اونم میزنه میتر کنیمش. ولی متاسفانه نشد. کلینزم میس بدم. خب 3 مو بگیرم. وای خدا. وای بچه من پایین برم جر میخورم که. تیپی هم ندارم. از گیت میرم دیگه. چون بالا که کسی نیست. اخ 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 اخ.
منو نگیری ناموسن، منو نگیری. خب السی وارد دانس میشه، ببینیم کی کیو میخواد. ببینم بالاخات کیه. شوبس ان شد ان. خوبیشه که اینا همشون گوشتن، فقط کافیه من بتونم بگیرمشون. داداش کجایی تو؟ بیا دیگه، فقط زر میزنی. شیش هم داری، اولتی هم داری، برو دارمه بابا، برو دیگه. انطوره وا یونیت هم ما رو دیدن، شو دادی. باز هم لامستم. بابا بزن یک دوئل بگیرم دیگه، خبر مرگت بیاد. لعنت بهش بچه ها، نت شد بازم دوئل بگیرم. هی یادم میره این بلید میل یوز کنم، اصلا پشمام ریخته. نوب کی بودم من دوستتان؟ داخل کامنت ها 100% بنویسید من نوب کی هستم. لینا رو به چه HP واسطه. اوکی وای وای بابا 10 ثانیه تحمل کن، 10 ثانیه ببینم میتونی تحمل کنی. خاک تو سرت. اوه 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 لوز سگی. وای 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 خدا لعنتشون کنه. بابا بذار من تو رو میاد کنم، از زهر میزنی. ریدم بچه ها، بدم ریدم، یهو ریختن حروم زادا. پف کسافت. خاک تو سر مارس بشه میدلشون آنندو. من میام بازم پایین. سمو میگیرم، سمو باید لول اپ کنم تا آخرش بره. خب بچه بعد از دگر 100% دزالیتر بعد نیست بزنین اول این آیتمشو بیارم. آرمو منفی میندازه تو فایت ها، خیلی کمکم میکنه. ببینم قسمت میشه ما یکی رو خف کنیم 4 تا دیالو گیریم. من فاتح این بازی رو خوندم به قرآن. وای فراری برقرار. اوکی این آیتم هم رسید. تو چی میخوای ببندی؟ میلینا میخواد فیزیکال بازی کنه ظاهرا فکر کنم. خب زود باش دیگه برس. ای کسافت گرفت، نگرفت. درختتو بنداز روم. خب خوبیشه که کوینی بلیدم دارم. کویلینگ بلید. ای خدا خسته شدم دیگه. مثلا این کم فارم کنم تا وقت به جای این کارا. الان دیگه باس بیان جلو. پول شد پشما. خدا لعنتت کنه بابا، خدا لعنتت کنه. اینقدر انی تو حرومی. ببخشید بچه خیلی فشار خوردم. الکی 2 تا لول تپ 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 تپ. بابا اینا چقدر تیمشون خوبه. چه عجب. مرسی لینا. وای ریکی رو نمیرسم. باید بچه دوئل بگیرم، نمیتونم اینجوری. من چون دوئل نگیره لژیون به درد لای جرزم نمیخوره. اگر برسم از این ور اینو بتونم دوئل کنم عالی میشه.
حالا اگه این خر فهمی. بابا من یادم میره همش دستمو میزنم و لامصب بلید میلم یوز نمیشه. ای بابا دوستان شرمنده بابت این نوب بازی ها. یکی این وره یکی این وره. وای پشما نذاش لول بزنم بی پدر مادر. خاک تو سرت مارس. بچه ها اگر از فشار خوردن من میخندی حتما داخل کامنت ها. تیپیکال اول یوتیوبرهایی که میخوام همش کامنت بگیرم. اینجا فایده نداره، من فقط باید بیام بالا. 14 ثانیه تیپیم طول میکشه پشماش. یه فعلا کم فارم کنیم بعد اگر حساس شد تیپی میکنم. میدو دارن جمع میکنن. ریکی هم اونجا واسطه. ریکی خودش تنها معمولا یک بازی رو جمع میکنه خودش تنها، ولی خب ریکی ما که فعلا حتی من ریدم، من 1/5 بار مردم. ریکی هم یکم کیل نداره. خب من رو ریکی باید خف کنم. بلید میل چرا یوز کردی؟ بزن آره که یوز کردیم اینا رو بزن. باتم تاورمونم افتاد. بدبختی یکی دوتا نیست که بچه ها. اینا چیزم دارن، نیچر پرافت هم دارن. بودو بیا سمت من. نیچر هم دارن. این نیچر هم بی پدر مادر همش پوش میده. منو دید به نظرتون؟ اوه 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 اوه. مرسی مرسی جوین مرسی. دو زدم روش ولی زنده نما. بزنش ناموسن. وای 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 بر پدر مادرت لعنت. تو که ریدی. بزن باید تکت بزن. مرسی لینا. وای 1-2 بزن. یک بزن. چه عجب دوست داشتم. آخ بچه ها بلید و دگرم بیاد پارشو میکنم. خب بریم یکم فارم کنیم. نگیم چیست فارم. چشای منتظر بپیچ جاده. دلهوره های دل پاک و ساده. نم بارون تو خیابون خیس. آهنگم بلد نیستیم بخونیم تو ویدیو دوستان. از صدام لذت ببرین. بزن. اوکی چقدر میخوام؟ 200 تا تقریبا. 160 زده. اوکی بس اینم یوز کنیم تا وقته. اینو بزن. مانا که نمیخوام. اتاگرن 4 تا اما. خاک تو سرت. کی کشته؟ وایت. آخ اگه از اینجا بیاد بالا چه حالی میده. یا بگیرم دوئلش کنم. خب تاپ تاور من افتاد. هیچی شل میکنیم. باید من دگرم بیاد حداقل. اگه الان دگرم می بود میتونستم راحت بپرم روش. حداقل اگه نکشمش میتونست فرار کنم. اینجوری وای نمیستاد. دابلم داره. خب برسون سری. دزامم بیاد. اگر برشه. وای من دارم میام. وای دوست دارم. برسون دگر رو دیگه. تا این بخواد دگر برسونه. خب دگر بذارم 2. جان بدو. باز بلید مری آدم رفت یوز کنم. جانم
عجیبه. جانم من هر چی دوئل بگیرم سگ‌تر میشم. هیچ کی دیگه جلومو نمیتونه بگیره. شما فکر کردین فقط خودتون جمع میکنین. بیا ما هم تاورتون انداختیم. بیا بخورهش. 30 ثانیه دوئل. یادی تو هر تنگ غرو. جانه تو چی میگی؟ تو مگه بیژن اینجوری میای وسط هممون؟ تیپ داره تیپ. واقعا بچه تیپ داشت. نمیشد تیپش نکنم. جانم کلینز اینجاست. اگه بذاری که من بزنم ممنون دارت میشم. خب فارم کن. تاپ تاور. من منتظرم کلینز بپره روی یکی. بپرم بگیرمش پارش کنم. بونتی هم داشتیم دوستان. خوب بود. بونتی شیششو مینداخت روی کلینز دیگه همه جا راحت بود. خب من برم ببینم میتونم کلینز رو بزنم. اینجا بزنم. ای خدا لعنتت کنه. خاک تو سره. لعنت به این تاور. ویو میاد. خودشم میاد یا نه؟ نه دیگه این نمیاد. فایده نداره. بی پدر چه پوشی میده. از این ورورمه. بابا بی پدر مادر. من که تو رو ببینم تو که پاره ای. ولی خب ایف که تو رو نمیبینم خفتت کنم. وای ریدم بدم ریدم. این همه رفتم خف کنم آخرم به فکر رفتم. این هودوین که حروم زاده اگر نبود ولی زده بودمش. هی خدا. بابا تاورای ما رو انداختم. کدوم گورین شما؟ بد شد بسی بد شد. بیام اینجا که احتمالاً قراره پوشه بدن که نمیاد. بزن فارم کنیم بابا. خب بچه تیمو جیر دادن. تبریک میگم. من طول میکشه تا برسم اونجا. سعیمو میکنم ولی فکر نکنم برسم. اگه برسم که عالی میشه. بدو ناموسم بدو. بابا بگیر دوالش کن. بک کن ناموسم. تو پارمون نکردم. بابا بک کن. میفهمی بک کن یعنی چی؟ یعنی بمیری خاک تو سرت. خاک تو سرت. منم به خاطر این الان احتمال داره بمیرم. یه لحظه یارو دیسی شد. خاک تو سرتون. اینقدر نوب سگین دارم بهش میگم بک بده برمیگرده برای من وارد میزنه. هی خدا. ویژن دارن اینجا. ویژن دارن. آخ جون. نیچر رو به نظرتون میتونم بزنم؟ فکر نکنم. دیده مانو. نه بابا. میدیم بچه های ما الان مثلا باید تایم فارم دیگه. تقریبا باید فارم کنیم ولی بچه های ما اونجوری نیستن. بچه های ما پی کیل گرفتنن همش. خونتومه میشن میرن جلو کیل بگیرن. در آخرم که
بابا من یادم میره چرا همش بلید ملی یوز کنم. کار سختیه مگه. وای کلینز. مانا آمان چیه؟ اگر بدی که ممنون میشم. پشمشو محل نداد. دوست میدارم. من مانا میخوام. خدا لعنتت کنه اون آرکین بوت تو یوز کن. وای که تو چقدر خری. 3 ثانیه من برسم پریدم دوئلو گرفتم. نشد. وای هیچ کدوم هم نتونستم بگیرم. اینم نتونستم بگیرم. عالی عالی، یعنی واقعا عالی. بابا اون آرکین بوت خرتو بزن دیگه. تا موقعی که خودش نیاز داشته باشه نمیزنه دیگه. به انم. خب به انم. بچه مشکل داستان پوش دادنه تیم. بله رید. بابا تو چی میگی دهنه تو سروی. فرار برقرار. فرار برقرار. وای 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 وای. مثل خودم باید بگم منم. آفرین آفرین آفرین. ببخشید این تا اینجا اومده بود ولی مجبور بودم. وای من بک میدم. برو بابا گوره باباشون اینقدر نوب سگن احمقا. بی بی ان شد. خب بچه ها آیتم بعدی سری میرم. هارت نیاز دارم واقعا. من چرا اصلا سنتری گرفتم واقعا. چی کار داری میکن. من این برنامه وایستم اگر بپرن رو اینا عالی میشه. خب وست که فعلا نمیپرن. بریم فارم کنیم. شما دوست عزیز بیا اینجا. یکی بپره اینو بگیره. ای خاک تو سرت بابا من هستم دیگه. چقدر یولی تو با قرآن. به منم میام این بر. البته که این فارم اینجا رو لیسیده هستم خورد. منم اینو اینجا میذارم. هتریجن لایف استیل. یکی بگیره تو رو خف کنه من بپرم بگیرم خفتش کنم. اون دفعه پیشم همچه پلنی داشتم ولی خب تر خورد روش. جان دارم میام. اگه بزنی که ممنون دارد میشم. من نمیدونم چرا تو این پارت یادم میشه همش یوز کنم این داستانو. بابا بزن دیگه اون لول مسخره تو. فکر کنم بیاد اینجا. در رفت. تیپی کرد احتمالا. خب از این ور برم شو نخوره. شو خورد منو دیدم. تا 18 ثانیه طول میکشه. یا خدا. خب اینم که ماناش بره طبق معمول ماناشو نمیزنه. آخ 4 ثانیه 3 ثانیه. وای خدا لعنتت کنه.
بابا مانای گوه تو بزن. آفرین آفرین، چه عجب عقلت رسی. مثلا من الان تو رو ندیدم. خب الان اینجا دیگه دید نداریم واقعا. پونتی رو بخورم. خب پونتی چیزم که زد سنتی رو. نفس پارت پیش، دست پیش که تو کانال گذاشتم باز نایپر جیرشون دادم سری جمع شد. نه مثل این پارت. خب می‌بینی این پارت احمق بازی بچه‌هامو خیلی در میارم واقعا. بخاطر همین بازی لفت داده میشه، یعنی موقع جایی که باید بک بدن نمیدن، این خر میرن فارم میکنن. جایی هم که باید فایت بدن باز برعکسش تقریبا. حالا نمیگم تیم من بده، ولی بهتر از اینا میتونم بازی کنم. خب order received. احتمالا همین دورو برم. بله بیا بخورش، بیا بخورش دیگه، بیا بخورش. حالا این انا رو نگاه کن. دماغ سوخته، دماغ سوخته. مرسی از آخ جان، مرسی از دوست عزیزم ریکی. انقدر پشت سرشون بد گفتم ولی خدای خوب بازی میکنه. 20 ثانیه کول داون. یونیت هم نیست بزنم. خب بیایم اینجا بذار شوپس اینو بزنم بگیرم، یکم سفت بشم. بعد این داستان فکر میکنم ازالت خوبه. چه گوی میخوری؟ بریم میدو بگیرم. لول همو نمیزنم. تو مانا نداری یا نه؟ فیسبود رفتی؟ ماشاءالله بچه ها. نه فکر کنم این بازی رو زدیم جمعشون کردیم فکر میکنم. البته خب کلینز دارن تیمشون رو هر لحظه امکان داره کامبک بزنه. بچه بیاین سمت من ناموسن. وای وای بیکن ناموسن. دنبالشن سگی. وای پشما بابا، لعنت به این درختا. ان 10 ثانیه دیگه. خب بیا. لعنت به لعنت بهت. چقدر فشار خوردم سر این بازی. انا میاد بالا سرت. دیدی گفتم دیدیم دوم. خب ریکی به دیار باقی پیوست. خدا رحمتت کنه. برو فام کنه. اینجا چه گویی میخوری؟ ده ثانیه تحمل کن تا من برسم.
وای بگیرش بابا. هگزم نکن تو رو خدا دیگه انقدر. بچه اصلا خورد میشه اینجوری میشه. واقعا اصلا خورد میشه. لعنت به این دوتا. انقدرم اعتیاد آوره نمیتونم ازش بکشم بیرون. الان کینیز احتمالاً فکر میکنم زیر پامه. بابا یک وارد یک چیزی خیر سرمون ساپورت داریم. تو چرا اینو خریدی؟ وای 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 دستم خوردش. دشواری نداره رسیپیه بده بیاد. هر جا که من نیستم این بی پدرم میرم میزنم خف میکنم. حیفه دیگه اینم نزنم. بابا خدا لعنتتون کنه. ریدم تو این بازی. بزنش حروم زاده رو. همشون هم ارچید تو جیبشون. وای بد کردی بد کردی. لینا چرا ساتانیک نداره؟ لعنت بهت مارس که ریدی. گفتم بچه بازی جی جی کامبک میشه. نمیتونیم بازی رو بگیریم. بابا بودا دیگه 2 سال طول کشید تا زنده شم. از زنده شم سری تیپی میکنم پدرشو در میارم. البته واقعا زنده شم سری خودش بک میده عقلش میکشه. سندکینگ هم اینجاست فایده هم نداره. بابا چرا میس میخوره الان؟ واقعا من متوجه نمیشم. 2 نفرش رو زدم. خاک تو سرت مارس انقدر نوبی. تو مگه نیومده بودی؟ من که کار خودمو کردم ولی کن که نشد. از این ور بیا. به به مارس عالی داره خدایی بازی میکنه بچه. بابا حداقل این بی کی بی خرتو یوز میکردی. لینا خدایی خوب میزنه ولی اف که نمیرسه بازی دیگه. این همه دوئل گرفتم 210 تا دمیج دارم. دزوان هست روش ولی خب چه فایده. خب انگو این کله ریکی که باید چیز داشته باشه ایمورتال داشته باشه چون نداره. هشماش. خب اینم بک دادن. اگر بچه ها این خر نرن خیلی عالی میشه. نگاه کن ساپورت اینجا ریکی اینجا. بنازم همینو میخوام. وای بابا تو بلاتونش وای نستا دیگه. خب واقعا ایده ای ندارم. واقعا ایده ای ندارم. هارت هم اومد چی بیارم الان؟ بی کی بی آیتا اگه برسم. هنوز آقا نیم نیاورده.
برم اونجا کتلت میشم. احتمال زیاد اینا الان رفتن روشن. آفرین، یک تو بنداز تر بزن. اگه اینجوریه منم بلدم تر بزنم. انگو کجا نیستن؟ چرا؟ خودتون رو نشون بدین ترسوا. این کلینزم که فقط بلاتان تپ 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 تپ. رو در رو بیا پلشت. داری رو در رو بیا. داری. برس برس برس. آره گفتم بچه اینا روشنم. روشانم فکر کنم احتمال زیاد کلینز برداره. بچه هم که چپشون نبود. ایلوژن بود؟ آره. برم بالا. Immortality. بین علما هنوز بحثه. آره دیدیم دوم. خب تو الان اینجا چه غلطی میکنی؟ خاک تو سرت کنن به قرآن. الان همش میرن تک تک میمیرن. خب الان کی رو بگیرم؟ کلینز که فایده نداره. کی رو باید بگیرم که بتونم بکشمش؟ مثل نیچر یا مثل این بی پدر دیگه. یک دو شیش. بابا ولم کن تو رو خدا. مرسی از بچه های گل تو خونه. بزنش حداقل. وای خدا وای. ممنون دار میشم اگر یک کمک گوی بخوری. وای پدر مادرت لعنت بر پدر مادر. بچه ها خیلی عصبی هم. بعد دوتا بازش میفهمن. ریدیم. ریش داکتر هنوز آقانیمش نیومده. ساپورتی که اولین آیتمش باید آقانیم باشه. من نمیفهمم. خب اینم به گوز بنده. خدا نگهدار. عالی. تا ساتانیک هنوز نیاوردی. آقانیم دار. خب بریم. کلینزم کسی اینا جرئت نمیکنن برم پوش بدن حتی. نه این بازی در نمیاد. این چیه؟ پشماش. الان احتمالا که بیاد خفتش کنه. نه نیاد. آی خدا جمون. نیچر ان باز زنده شد. این یک بلاد تورن داره. این یک بلاد تورن داره. دو نفر. این هگز داره.
خدایی تیمشون خوبه، آیتماشون هم خوب میارن. این دانلود منیجر ما هم عالیه. کی رو زد؟ باز لینا. لینا عالیه. اون یا فارم میکنم. داداش همشون هستن، بی بده. من که میرم دنبالشون، ولی خب میدونم تر زده میشه، بخاطر که مارس هم وای پشمام. لوز سگی دوم. بچه ها یه گل تو خونه. دیگه انقدر فشار خوردم و نای حرف زدن ندارم، باور کنیم. ما تنبلید به اون خوبی به قرآن میشینیم بازی میکنیم، راحت چیل میکنی، عشق کنه. این اینجا وای خدا لعنتت کنه. خیلی رو اعصابه، کلی رو اعصابه. پنجاه و دو مارس تنهایی نمیتونه نگه داره. لینا هم که همیشه خدا تنها میره. خب بلاتون بنداز، آفرین. چرا؟ آخه چرا؟ بزن اون یکی تمام بشه بعد بپر وسط اینا اون شیش مزخرفتو بزن. بله ما با همچه تیمی طرفیم دوستان. بد نمیزنن، اگه خوب بازی کنن بد نمیزنن. منم که بی پدرها اول سری میان خفتم میکنن اصلا نمیرسن. یوزلس خالش شدم تو این بازی. یکی باید بیس واسه که بیس رو بگیره. معمولا که الان باید مثلا ویچ دکتر وایسته، وای نمیسته، کلش انداخته رفته. الان باز یونیت میاد. بیا من وای میستم اینجا رو میگیرم دیگه. شما پوش بدیم ببینم تا کجا میتونین جمع کنیم. بزنش هنوز بکیرم. خواهی این ان کوین بلیت رو میگه. اوه 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 فکر نکنم به جایی برسه. نه پشمام بابا، من هستم تو چرا تیپی میکنی؟ تیپی نکرد، گرفتنش. مگا هم که شدیم. به به تو بیا اینجا. وای بچه به نظرتون جمع میشه یا نه؟ من که حقیقتا جاشم آب نمیخوره، چون اونا تیمشون خوب با هم مچن بازی میکنه. تیم ما تنها، لینا همش تنها رفت، همه تنها میرن. فکر نکنم اوکی بشه. خب ویچ دکتر 6 داره. خب مارس 6 داره ولی رفرش نداره. 1 و 2 و 6 1 و 2 و 6 1 و 2 و 6. کلینز اگه من سعی کنم میتونم اول بگیرم. انا من نمیتونم بخورم. بیا دیگه خبر من اگه زودتر این لیول های مزخرفتون رو بزنی.
برمپیج که نمیرسه. بزن حداقل این اولترا کیل بگیره. پشما. نایس. از اول میمردی این آقا نیمتو بیاری. اگه از اول این دستلاف آقا نیمو می آورد خیلی از فایت ها رو زده بودیم به قرآن. احمقا رو نگاه، جفتشون میرن یک سمت. من که آیتم نمیخوام بچه، بای بک میکنم. آیتم هم تکمیله دیگه، نمیخوام بیشتر از این نیاز ندارم. من پریدم و مردم. دست شما در نکنه لول 2 تا خوابوندی تو صورتشون. آفرین لینا، آفرین. برو باز تنها بیا بمیر. آفرین آفرین آفرین. البته مردن من چه حواسم نیست. برو. سندکینگ بای بک. یک ویژن به من بدی. کثافت. بلینکن بسته پشما. لعنت بهت. وای من که فرار. پشما ماجی، لعنت بهش. بگیر اینجا رو انشنتو. بگیر. بی دیگه باید بک بدیم دیگه، کار دیگه که دستمون بر نمیاد. چیزی هم نیست من نهایتا بخوام اینو بیارم که باز اینم به درد نمیخوره، بازی به اونجا نمیکشه. لعنت بهش. مرسی سه که تپ و تپ میخوره. لینکن دیگه کی داره؟ فقط همون بسته. آره. او ماشالله نیچه ساتانیک آورده. روشان لایو. احتمالاً بخوام روشان رو بگیرم. بله بله بله. همشون هم زنده هن. آخه من تنهایی بخوام برم وسط اونا گوز میشم. بچه هم که نمیان. نه در نمیاد. دوباره هم کلینز برمی داره. بله چی جی عالی عالی پسر. بیاین دیگه، بیاین تمامش کنین دیگه که صافت حالم بد شد از این بازی. خدای بچه هلسیمو بد بازی نکردم ولی بعضی جا خب نشد دیگه. مثلا یک جا پریدی درخت اومد جلوم، یک جا دیگه لینکن این داشت. آخ افتاد لینکن داشت. کاری از دستم بر نمی اومد دیگه. از پایین دارم میان. خب اینا بیان دنبالم. بدو 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 بدو. اوکی ممنون. وای بچه ها بیس. وای بچه ها بیس. چرا میس میخوره الانی؟ زدن حروم زادا. خب دوستان لوز سگی رو بهتون تبریک میگم. لعنت به اینا. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار. راستی لایک کامنت ساب فراموش نشه. ممنون میشم اگر بازم از این لوزا میخواین لایک و ساب کنین تا براتون بذارم. لعنت بهش. حیف شد بچه‌ها.
ولی که اشکال نداره.